توی چند مرحله ساده میخوام بهت یاد بدم که چنین آینه بی‌نهایت خفنی رو بسازی و لذتش رو ببری. تا آخر ویدیو همراه هم باش. به یک فریم نیاز داریم که بتونیم شیشه ها و الیدیمون رو روش نصب کنیم. به یک آینه نیاز داریم، یک آینه پشت جیوه دار. سوم به یک شیشه نیاز داریم که با برچسب رفلکس اون رو به آینه تبدیلش کنیم. به LED نیاز داریم که میتونید هر مدل LED که دوست دارید رو انتخاب کنیم. یک آداپتور برای تغذیه LED هامون. یک درایور برای فرمان به LED ها. اون شیشه‌ای که با برچسب رفلکس به آینه تبدیلش کردیم رو داخل فریممون قرار میدیم. و بعد LED IC دارمون رو روی فریم و بین دوتا شیشه نصب میکنیم. چند تا میخ میزنم تا بتونم آینه رو روش بذارم. آینه پشت جیوه رو روی میخا قرار میدم. چند تا میخ پشتش میزنم که حرکت نکنه. حالا درایورم رو نصب میکنم. آینه ما آماده است.